سلام دوستان، آزادی بیان چیست؟ زیر این مفهوم چرا میفهمید و امروز تا کجا ما آزادانه فکر و عقیده خود را بیان میکنیم؟ بیایید از همکاران پرسان میشویم و میفهمیم که آنها تا کجا در فعالیت خود آزاد هستند. آزادی بیان این حقوق بیان و فکر و عقیده و اندیشه خود بدون سانسور یا محدودیت از جانب حکومت یا مقامات دیگر نباشد. این یک جنبه یا خود نشانه‌های مهم دموکراسی و حقوق انسان است. مسئله رعایت آزادی بیان در تمام دنیا یک تمایل نسبی است. اصلا اگر فراختر نظر کنیم، حتی در کشورهایی که خود را پرچمبرداری آزادی بیان می‌تراشند، آزادی بیان به آن حدی نیست که گفته می‌شود. از طرف دیگر آزادی بیان از نگاه من باید آزادی مسئولیت‌ناک باشد. یعنی هر کس بابت حرفی که میگوید یا مینویسد و پخش میکند مسئولیت داشته باشد. یعنی مسئولیت در نزد جامعه، قانون و بالاتر از همه وجدان خود. یعنی اینجا گپ درباره آزادی سازنده، پیشبرنده و تشکل دهنده میرود. خب آزادی بیان این آزادی گفتن یعنی ابراز اندیشه است. در تمام دنیا آزادی مسئولیت‌ناک می شود. آزادی مطلق وجود ندارد. آزادی یعنی آزادی یک شخص تا سرحد آزادی یک شخص تا آغاز شدن سرحد آزادی شخص دیگر است. آزاد بودن معنی هر چیز پیش آمد گفتن و نوشتن نیست. آزادی بیان این شرط یک جامعه سالم است. جامعه که حرف گفته شد حتما شنیده می شود. آزادی بیان این گروی رشد، ثبات و امنیت کشور باید باشد. در جمعیت محیطی مساعد برای شخص به وجود آوردن ضرور است که او آزادانه بی تهدید آزاد فکر کند و فکر خود را آزادانه بیان کند. آزادی بیان واسطه آزادانه در پیش مردم عقیده خود را بیان نمودن است و به طور رسمی و یا اینکه غیر رسمی را همین را آزادی بیان می‌دانند. آزاد بودن این غلام قانون بودن است. در دایره قانون‌های عمل کننده عمل کردن است. از جمله مثلا سال تا سال گویا که آزادی ژورنالیستان محدود می شود، زیر سانسور قرار می گیرند. این از یک جهت برای خود ژورنالیستان از آن لحاظ که در دایره قانون باید فعالیت کنند. آزادی سخن واسطه آزادانه در پیش مردم عقیده های خود را بیان نمودن به طور رسمی و یا مقرری به شمار می رود. آزادی افکار و سخن این یکی از حقوق‌های سیاسی شهروندان جمهوری تاجیکستان بوده. در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان ماده 3 و دیگر قانون‌های جاری مقرر شده از طرف دولت کفالت داده شده است. همچنین آزادی افکار این آزادی کنستیتوسیونی به شمار رفته خصوصیت‌های خاص خود را دارد.